أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درباره حسن خاتمه یعنی خاتمه نیک صحبت بکنیم انشاءالله. بعضی از علامات ها را در اینجا ذکر کردیم که انسان چی کارها را باید بکنه و از کجا بدانیم که انسان خاتمش به نیکی انجام یافت، یعنی از دنیا مسلمان رفت. یکی از نشانه هاش این که انسان هنگامی که فوت میکنه میمرد میگه پیشانیش عرق میکنه. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث روایت شده است که میگه مردن مؤمن، مرگ مؤمن به عرق پیشانی است. دیگر علامتش این که مسلمان میگه در شب جمعه میمره یا که در روز جمعه میمره، که روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر انسانی که روز جمعه یا که شب جمعه بمره مگر اینکه الله او را از فتنه قبر نجات میده، یعنی که انسان مسلمان بمره، نه اینکه در حالت شراب نوشی و در حالت عرق خوردن، مقصد زنا کردن و در حالت قتل انسان بیگناه و در گناه های کبیره، یعنی در حالت مسلمان بمره. و یکی از نشانه هاش اینکه هنگام مرگ پیش از اینکه روحش از بدن جدا شود کلمه شهادت میگه به زبان میاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر انسانی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد داخل جنت شده است، زیرا به قسم از انسان ها این میسر نمی شود، هرچند که تلقینش میکنن کلمه شهادتین اما در زبانش نمی آیند. و چهارم این که انسان میگه شهید بمرد، از دنیا شهید بمرد، نه اینکه شهیدی که در راه الله جنگ میکنه و یعنی به شهادت میرسه، نه فقط وای، بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کردند دیگر قسم شهیدها را که انسانی که در آب غرق می شود، در یک دریا یا کل غرق می شود، یا انسانی که با کسل طاعون و با یک کسل می آید که مردم بسیار یعنی جانش می گیره، به سبب همو کسل می مرن، انسان به همو کسل چی از دنیا می رود. و دیگر اینکه با مریض‌های درونی، کسل‌های داخلی انسان از دنیا می‌گذره. و دیگرش این انسانی که برای مالش دفاع میکنه، یک دزد خانه‌اش می‌درویه، یا که یک انسانی که میخواد بیگناه اینو قتل بکنه از خودش دفاع میکنه، همون حالت میکشنش. گفتن که من قتل دون ماله فهو شهید والمبطون شهید والغریق شهید. حدیث هست. و انسانی که برای ناموسش کشته میشه، انسانی که میخوان که ناموسش از بین ببرن، ناموس انسانی و اسلامی شه، به خاطر ناموسش، به خاطر زن و دخترش ناموس اسلامیش دفاع میکنه که ناموس اسلامی از بین نروه، ناموس ما یعنی نگیرن، و انسان چی در همون حالت قتلش میکنن. گفتن که او شهید است، یعنی علامتی از دنیا مسلمان رفتنش است، خاتمه نیک است. و یکی از نشانش علامتش
اینکه انسان در حالت عبادت بمرد، در حالت عبادت فوت کنه. مثل که در نماز بود، نماز میخوند، در حالت سجده یا که در حالت رکوع یا که در حالتی که نیت میکرد جانش برآمد. یا که انسانی که روزه‌دار بود، روزی در رمضان روزه داشت، اما یا که از شدت گرمی بود قلبش از کار برآمد، یا که در راه بسیار خسته بود و راه میرفت با ماشین، در همون حالت یک جا به صدمه دچار شد و جانش برآمد، حالتی روزه‌دار بود، گفتن شهید است. یا انسانی که الله به او خیر را بخواهد، هر انسانی را که الله به او خیر بخواهد که عاقبت کار او آخرین لحظات عمر او به نیکی انجام بیابه، با اون چیکار میکنه؟ قلبش، دل او را پاک میگردونه. و از پیامبر اکرم پرسیدن که پاکی قلب چی است؟ گفتن عمل صالح الله به او الهام میکنه که او انسان عمل صالح انجام میده، حتی که الله ذوالجلال در همون حالت جانش قبض میکنه. الله تعالی چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الاخره. الله استوار میگردانه، ثابت قدم میگردانه اونهایی را که در دنیا ایمان آوردن به الله به سخنی استوار، یعنی به لا اله الا الله، در حیات دنیا و در آخرت. بعضی مفسرها گفتند که در دنیا پیش از مرگش الله زبان او را استوار نگاه می‌داره و قوتش می‌تیه که در همون حالت سکرات موت لا اله الا الله میگه محمد رسول الله، یا که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و در آخرت میگه در قبر وقتی که ملائکه ها او را منکر و نکیر میپرسن که من ربک و ما دینک و من نبیک، یا که چی میگی به اون پیامبری که به شما ارسال شده بود و از جانب الله فرستاده شده بود، میگه رب من الله، دین من اسلام و اون محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر الله بود. الله زبانش به گفتن این کلمه ها جواب دادن برا میگردانه. در حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند که یک انسان یک عملی را انجام می‌دهد، حتی که مردم او را میبینند میگن بسیار انسانی با تقوا است، بسیار انسانی صالح است، انسانی نیکوکار است، انسانی جنتی است، حتی به همین درجه او را بها می‌دهند، میگن ماشاءالله بسیار انسانی جنتی است. لیکن میگه او از اهل دوزخ است. و یک انسانی که عمل اهل دوزخ انجام میده در دنیا همیشه فسق و عصیان، همیشه گناه میکنه، حتی که مردم در زندگیش میگن این بدبخت دوزخی است، این برای این یگام ثواب نیست، برای این یگام بخشش نیست، این هر عملی که هم انجام بده این دوزخ میره، حتی که میگه او از اهل جنت است. زیرا چی؟ حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم: انما الاعمال بخواتیمها، اوکی، انما الاعمال بالخواتیم، عملها به خاتمه انجام می‌یابد. هیچ انسان در دنیا یعنی نمیتونه گفته که 100% تو جنتی هستی یا که 100% تو در دوزخ هستی، دوزخی هستی. هیچ وقت مردم پر به رحمت الله امیدوار کردن در کار نیست که یعنی تو هر گناه که انجام بدی، حالا که تو عبادت میکنی تو جنتی هستی، تو بی‌پروا گناه کردن نه. یا که انسان بگی که تو گناه میکنی، تو اگر کاری خوبم انجام بدی تو جنت نمیری. هیچ وقت انسان غیب نمیدونه، گپ نزنه. غیب در دست الله هست، الله میدونه که جنتی است که دوزخ. اما انسان باید بین خوف و رجا باشد، از دوزخ الله همیشه بترسه، کوشش بکنه که گناه نکنه، کارهای فسق و عصیان انجام نده، اما همیشه به رحمت الله، مثل که امروز هزارها انسان کار حرام انجام میده، قتل میکند، زنا را میکند، شراب هم مینوشه، میگه که الله مهربان است. اون قصه لقمانه که میگه امید رحمتش آورنده باشی، ز قهرش هم مگر ترسنده باشی. اگر از رحمت الله امید داری،
از قهرش هم باید بترسی. این خیلی نمیشه که انسان همیشه به رحمت الله بگه الله رحیم است، الله رحمان است، الله مهربان است، غفور است و گناه انجام بده. او انسان نمیدونه که شاید در همه حالت گناه جانش قبض شود، خودش خبر نداره. چقدر این روزا این کارا تکرار میشه در زندگی، در تاریخ، که انسان ها در حالت گناه انجام دادن جانشان میره. به همون خاطر میگه عمل ها به خاتمش یعنی نگاه کرده میشه، که انسان که میبینی که در دنیا همیشه یعنی خودش مسلمان گفته میگشت، آمد یک لحظه دین نصرانیت قبول کرد، به دین نصرانیت کافر از دنیا رفت، چقدر او را میگی جنتی است؟ حالا که در دنیا چقدر خیر ثواب میکرد، کارهای خوب انجام میداد، گاه گاه عبادت هم میکرد، اما به یک لحظه که یک کاری کفر انجام داد یا که دین کفر قبول کرد، از دنیا کافر رفت. رسول اکرم علیه السلام گفتند که الله هرگز به صورتهای شما و به مالهای شما و به رنگهای شما نظر نمیکنه، لکن بیشک و شبهه به قلبهای شما و عملهای شما نگاه میکنه، عملها را خوب کردن در کار. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه گفتند که از شما دو چیز میترسم، دو چیز زیاد میترسم که شما در اون گرفتار میشین. یکی از اینکه امید بستن، امیدی دراز، یعنی انسان برای 50 سال 100 سالش یک نقشه میکشه، از پی همون کار دنیاش رفتن میگیره، برای آخرت خود هیچ جمع نمیکنه، هیچ توشه آماده نمیکنه. یکیش گفتن که امید بستن، امیدی دراز. یکی اینکه پیروی هوا و هوس کردن، پیروی نفس کردن، از قفای نفس رفتن. نفس انسان هر گناهی را که خواست انسان او را انجام بده، هر معصیتی که نفسش خواست او را انجام بده. گفت از همین دو چیز برای شما میترسم که شما را از راه حق، از راه الله باز بداره. واقعا همین است که انسان اگر عملش در دنیا دراز باشه، میگه که ما دوازی 50 سال 100 سال عمر دارم و هر گناهی کردم باز روزی توبه میکنم، انا او را هلاک میکنه، از راه حق بازش میداره. و دیگر اینکه از پی هوا و هوس نفسش بروه، او را چی دیگر از راه حق بازش میداره، هلاک میشه. از جابر الله تعالی از او راضی باد گفت رسول اکرم علیه السلام گفتند که زنده کرده می شود روز قیامت هر انسان بر اون چیزی که در از دنیا با اون چیز رفته بود. در هر حالتی که انسان از دنیا رفته بود، مرده بود، فوت کرده بود، روز قیامت به همون چیز زنده کرده می شود. ابن کثیر چی گفتند که گناه و معصیت و شهوت ها صاحبش خار میگردانه هنگام مرگ با همراهی خارگرداندن شیطان. هم که در دنیا شیطان او انسان خار و ذلیل گردانده بود، وسوسش کرده بود، با همراهی نفسش سخن نفسش گرفت و سخن شیطان اطاعت کرد و گوش کرد، و همون گناه و معصیتی که در دنیا انجام میداد هنگام مرگش همون گناه و معصیت سبب خارگشتن او، سبب به ایمان رفتن او در از دنیا میشه. هر ده همین خاری ها خذلان ها یک جای میشوند و انسان ایمانش ضعیف میشه، در خاتمه ای بد گرفتار میشه و هنگام مرگ همون کلمه را در زبان آورده نمیتونه. از چند قصه هم اینجا هست. یک انسان میگه هنگام مرگش جانش که میرومد، هنگام سکرات موت گفتن بگو لا اله الا الله، تلقینش میکردن، دعوای مسلمانی داشت، گفتن ای فلان بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. او چی کار کرد؟ او شعر میخوند، فقط در زبانش همون شعرهایی که میخوند همون می آمد. همیشه شعرهای یعنی فسق و عصیان و گناه که در او سخنهای شهوت آمیز و سخنهای بد هست، همون شعرها را در زبان خود زمزمه میکرد. میگه همون حالت در جانش برآمد. چخه انسان روز قیامت که در قبر بگه لا اله الا الله ربی الله، حالا که در دنیا همیشه کارش همون شعرهایی که خواندنش گناه است تلقین میکرد. و در دیگر انسان میگه وقتی وفاتش
رسید، وقتی مردنش رسید، گفتن که بگو لا اله الا الله. آخرین کلامش چی بود؟ من کافر هستم با اون چیزی که شما مرا تلقین میکنین. من بیزارم از اون سخنی که شما مرا تلقین میکنین. من کافر هستم با اون سخنی که مرا تلقین. برای که در دنیا بیزار بود، در دنیا نمیگفت، نمیخواست که یک بار در زبانش لا اله الا الله بگه. در هنگام سکرات موتش همون سخن گفت که من کافر هستم با اون چیزی که شما مرا تلقین میکنین. بعد میگه الله همون حالت جانش گرفت. و میگه پرسیدن از نزدیکاش، اطرافاش، اهل خانوادهش که این انسان به چه خاطر این خیلی گفت. و گفت که این همیشه عرق نوش بود، همیشه کارش عرق نوشی بود. یک انسان دیگر میگه وقتی سکرات موتش گفتن بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، میگه نعوذ بالله ذات الله حقارت کرد، دو زد، نعوذ بالله. به خاطر که در دنیا فقط یعنی الله دشمن میدونست، یعنی عبادت نمیکرد، همیشه سخنای بد میگفت، دین و پیغمبر و قرآن و ذات الله. در همون حالت میگه زبانش در همین خیلی آمد که ذات الهی را میگه دشنام حقارت داد. همیشه میگه در دنیا زبانش به همین عادت کرده بود. هنگام مرگ همین سخن در زبانش آمد و روز قیامت هم به همین سخن میخیزه. همونی که حدیثی که گفتم یبعث المرء علی ما مات علیه، انسان زنده کرده میشه روز قیامت از قبر به همون سخنی که در دنیا مرد، از دنیا رفت، یعنی از دنیا فوت کرد، همون از دیگه هر چیزی که در وقت موت مرگ در زبان آدم اومد، هنگام روز قیامت به همون میخیزه. یک انسان دیگر میگه گفتن که بگو لا اله الا الله، هنگام حضرات مرگش، سکرات موتش گفت که نمیتونم بگم، هیچ در زبانم نمیتونم بگم. همه خیلی میگه الله جانش گرفت. یک قصه که کرده بودیم، بازم قصه را میگیم. یکی از شیخ ها میگه در خوابش دید که در دیوار رقم یک تلفن نوشته شده است و یک آواز به گوشش میرسه که همه انسانی که رقم تلفنش است به او زنگ بزن و صاحب همه رقم حج عمره ببر. عمره که انسان ها بغیر از حج فرض میکنن، حج عمره، همه انسان ها بگیر عمره ببر، صاحب همه تلفن، صاحب همه رقم. و میگه شیخ که از خواب بیدار شدم و گفتم شاید خوابهای پریشان است، شاید اصل نداره. لیکن میگه 3 بار با من همین کار تکرار یافت، 3 بار همین کار برای من تکرار شد. بعد میگه بعد از 3 بار گفتم یکم نتیجه هست یا به سبب نیست. و میگه با صاحب همین رقم زنگ زدم، یک جوان به من جواب داد. گفتم چه خیلی من با تو وا بخورم، یعنی ببینم تو را. و گفت که موعد میگیریم یک جای معین، مکان معین میریم، در اونجا یک دیگر را میبینیم. و میگه با اون جوان وا خوردم، رفتم در یک جا و خوابهایی که دیده بودم و میگه هنگامی که جوان نگاه کردم نشانه های مؤمنی در اون دیده نشید. یک جوانی با ما میگن بنگی، که شراب نوشی، یک انسانی که همیشه کارش فسق، عصیان و گناه و خطا است، تماما علامات های مؤمنی در اون انسان دیده نمیشید. و میگه خواب من قصهش کردم. وقتی گفتم من 3 بار همین خواب به تکرار دیدم، جوان خندید، جوان خنده کرد و گفت که چه خیلی با همراهی تو عمره می رفتم، من یک شراب نوش هستم. بعد میگه گفتم که تو باید قطعی عمره بری. وقتی که میگه رد کرد، بعد رد کردنش بعد شرط گذاشت که به شرط میرم که
تو مرا ببری از پیسه خودت، از پول خودت مرا ببری. و میگه قبول کردم، گفتم خیر باشد، مشکل نیست، ما از حساب خودم تو را عمره میبرم. و میگه رفتیم حج عمره کردیم، طواف کردیم، هر رکنهایی که اونجا بود اجرا کردیم، انجام دادیم. بعد از اون میگه بعد از اینکه انجام دادیم خواستیم بازپس بیاییم، گفتم که 2 رکعت نماز بخوان پیش از اینکه بازپس بریم خانه وطن. و میگه 2 رکعت نماز نیت کرد. در آخران رکعت میگه دوم رکعت ده وقتی که سجده دوم انجام میداد، میگه الله در همه حالت روحش قبض کرد. در همه حالت سجده جانش برآمد، روحش از تنش برآمد. و میگه نماز خواندیم، نماز جنازه خواندیم. و هنگامی که خانه گشتم، وطن گشتم، آمدم خانهش رفتم و سببش پرسیدم که به خاطر چی الله این را مثلا در خواب من در آورد که من خیلی خواب دیدم و این در حالت سجده جانش برآمد. و میگه اهل خانوادهش گفتن که اون شراب نوش بود، شراب می نوشید، همیشه عرق خور بود، لیکن میگه یک عمل صالح انجام میداد، یک کار خوب میکرد، همیشه همین کار انجام میداد. میگه طعام میگرفت، همیشه میرفت میخرید، طعام خوراکی میخرید یا که از خانه طعام آماده میکرده میگرفت. در یک خانه میگه یتیم بچه های بودند، یک زنی بیوزنی بود، چقدر یتیم بچه داشت، چند تا یتیم بچه داشت، به همو برده میداد. همین عمل میگه سرا انجام میداد، پنهانی انجام میداد. خیلی نه که مردم ببینن و آشکار، گرچنده که عملهای صالح صدقه را آشکار انجام دادم اسلام در اجازت هست، اما صدقه پنهانی حدیث از رسول اکرم علیه السلام است که الصدقه الخفی تطفئ غضب الرب. صدقه پنهانی غضب الله خاموش میکنه. انسان در دنیا گناه میکنه، اما یک کار پنهانی میکنه، یک صدقه پنهانی میکنه، خودشو الله میدونه، اما همون کار سبب میشه که او انسان چی غضب الله به سبب اون کار نیکش خاموش میشه و الله اون یک کار سبب میکنه، یک انسان سبب میکنه که خاتمش به خوبی انجام مییابه. میگه همون یتیما رو میبرده همیشه طعام میداد پنهانی، اون فقط خودش میدونست الله. و میگه مادر همین یتیم ها همیشه میگفت و دعا میکرد در حقش که برو الله خاتمت خوب کنه، الله همیشه خاتمت آخری عاقبت کاری تو را، عاقبت عمری تو را به خوبی انجام بیابه، به خوبی انجام تیا. گفته میگه همین زن در حقش همیشه دعای نیک میکرد. این بود سبب که همین انسان الله یک انسان دیگر را سبب کرد و انسان رفت میگه عمره کرد و یعنی در حالت سجده در حرم مکه، یعنی در کعبه الله که یک رکعت نمازش میگیم که 2 رکعت نمازش برابر 100,000 رکعت دیگر مسجد ها است. غیر اون الله او را در جای بهترین جانش گرفت، قبض کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که یکی از شما عمل میکنه به عمل اهل جنت، حتی که بین انسان و بین جنت یک قدم، یک ذراع میمونه، یک وجب میمونه، یعنی نزدیک میشه به جنت، مگر اینکه نامه اعمالش در مقدراتش نوشتگی است که این انسان از اهل دوزخ است و او انسان عمل میکنه عمل اهل دوزخی را و دوزخ میروه. و یک انسان همیشه در دنیا عمل اهل دوزخ انجام میده، حتی که بین انسان و بین دوزخ یک قدم میمونه، یک وجب میمونه، یعنی یک مدتی کمترین میمونه. او انسان یک عمل میکنه از عمل اهل جنت و داخل میشه و چی جنت. اما انسان حق نداره که الله امتحان بکنه، یعنی بگه که ما همین کاری بد انجام میتونم کنی الله مرا به همین کار جان ما میگیره، یا که یک کار نیک انجام بتونم یا که به همین کار نیک الله جان ما میگیره. نه، به خاطر رضای الله خالصا صادقا انسان باید عمل انجام بتیه از ترس الله، یعنی همیشه از دوزخ الله ترس داشته باشه، از جنت الله، از رحمت الله، از بخشش الله همیشه امید داشته باشه، همیشه
دعا بکنیم که الله خاتمه هر یکی ما را به نیکی انجام بده. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. ای الله به ما خاتمه نیک نصیب کنی. گفته همیشه انسان همین دعا را بکنه و کوشش بکنیم همین صدقه پنهانی که این جوان قصهش خواندیم که سبب شد که در حرم مکی در بهترین جا و مکان الله جانش در حالت سجده که میگه اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثر الدعاء، نزدیکترین حالتی که بنده به دعا به الله نزدیک است حالت سجده، در همون حالت دعا را زیاد بکنین. الله در بهترین مکان و در بهترین عبادت که نماز است و در بهترین حالت که سجده است جانش قبض کرد. کوشش بکنیم صدقه های پنهانی را زیاد بکنیم، دعاها را بسیار بکنیم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.